صبح بخیر کدبانوانی عزیز. طرز تهیه حلوای تر. سرآول قنداب تیار میکنیم. در یک کاسه آب جوش آمده 5 قاشق شکر میاندازیم. در دیگ نیم پیاله روغن انداخته 3 قاشق آرد ilova میکنیم و در روی حرارت میانه، آتش باید نه بلند و نه پست باشد، آرد را تا سرخ شدنش تفت میکنیم و بعدن که آرد سرخ شد با آن یک پیاله آب سرد ilova میکنیم و بعدن از قندابی که قبلا آماده کرده بودیم کم کم آمیخته کرده خوب میکوبیم و میگذاریم 5-10 دقیقه در آتش پست بجوشد. حلوا باید نه غفص و نه تنک باشد، زیرا بعد سرد شدنش باز غفص‌تر می شود. و خوب حلوا آماده است. نوش جان. آن را به طرز که به شما پسند است آرا بدهید. امیدوارم پسندتان آمد. تشکر زیاد.